دوستان عزیز دنیای من، نامی من معجزه است. امروز من با شما زیر مفهومی آب منبع حیات سخن میگویم و یک چند مسئولیت هم میدهم. دقت کنید. آره، آب منبع هستی همه موجودات عالم است. آب ذخیره بزرگ است که واقعیت آن جهان زندگانی را تراوت و زیبا و سرسبزی و آزادگی میبخشد. هستی گل و گیاه، حیوانات و نباتات، رستنی و انسانیت، خاصه زندگی آسایشته و آبادی و آزادگی و پربرکتی همه به آب وابستگی دارد. آب را انسان برای نوشیدن، پختن خوراک، شستشوی منزل، تازگی کوچه ها، آبیاری زمین ها استفاده میبرند. انسان به آب زندگی کردن نمیتواند. حتی قسمت زیادی وزن بدن انسانیت از آب عبارت است. انسان در تمام لحظه های حیاتش از آب استفاده میبرد. آب آدم را از افلاسی و ناپاکی، از بیماری و دردها امین میگرداند. تاجیکستان از ذخیره آب بای بوده قریب 7000 پریخ، 155 کلی گوناگون حجم، دهها هزار چشمه آبی عادی و معدنی و آب انبارهای زیاد دارد. این مأخذ بزرگ که آدم را اساس است آب است. به آب زندگی پایدار بودن نمیتواند. دوستان عزیز، تازه نگاه داشتنی آب و مقدس شمردن آن، قیمت دانستنی هر قطره این معجزه بزرگ که قرض هر یک انسانی اصیل است. زیرا آب نه تنها همچون منبع آبادی بلکه مأخذ نور و روشنایی و محصول شادی های عالمی هستی است. آب هست، آبادی هست میگویند. همسالان عزیز، مادامی که اساس زندگی همه موجودات عالم آب را میدانه، پس وظیفه داریم این مأخذ بزرگ را همچون اساسی هستی، چراغ روشن دهنده سازگار دنیای هستی احترام نماییم. تازه و آزاده نگاه داریم. دوستان، هیچگاه آبها را افلاس نکنید. در دریاها پرتوها را نپرتایید. آب را صرفه‌کارانه استفاده برید. پس از هر بار دستشویی جمک آب را محکم کنید. سرشته‌کاری شما عملی نیک به آینده دولت است. زندگی را از هستی آب اساس است.